تولد تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخواجه در کنارتون هستم. سلام. نخست مرور خواهیم داشت به سرخط موضوع برنامه امروز 6 می. گرفتاران بیماری کووید 19 در تاجیکستان زیاد می شود. از تصمیم اعلان کرانتین در کشور خبری نیست. در نویای واسه تلاشی به ارتش بردن ساکن 28 ساله با زنازنی و جراحت برداشتن این جوان انجام یافت. و مجران آسیای مرکزی که برای تامین خانواده به روسیه آمده بودند حالا با کمک خیریه روز می‌گذرانند. ما 200 بسته مواد غذا را به خانواده های نیازمند و مهاجران تقسیم میکنیم که جای کار و امکان بازگشت به وطن را ندارند و در اینجا گرسنه ماندند. امروز با قرار شهرداری دوشنبه در بیمارخانه های استقلال و به نام کریم احمدов که همچون یکم سوید معروف است جایگزینی رهبریت صورت گرفت. روز گذشته با فرمان پرزیدنت به کرسی وزیر تندرستی نیز نفری نو نشست. این تغییرات کادری در شرایط صورت میگیرد که بخش تندرستی تاجیکستان در رو برای بحران مربوط به کووید 19 قرار دارد. طبق اطلاع رسمی تا شام دیروز 293 نفر در کشور همچون گرفتار به کرونا ویروس ثبت شده و 5 کس از این ویروس هلاک گردیده است. اما ظاهرا حکومت تاجیکستان با اعلان کرانتین سراسیمه نیست. اکثریت به اطلاع وزارت تندرستی درباره آنکه در تاجیکستان تنها 30 اپریل گرفتاری به کرونا ویروس آشکار شد باور ندارند. اگر پیشتر ساکنان از ثبت و نشر نوارها از داخل بیمارخانه ها و تنقید مقامات برای پنهان کردن اطلاع می‌ترسیدند، حالا آشکار این کار را می‌کنند. در برخی از این نوارها ساکنان از قبول نشدن بیماران در بیمارستان ها و پر بودن این مؤسسه ها نقل می کنند. یگان کسایی همش کسایی داره نه قبول نکردن تاجیکستان نمیدونن که کسایی را گیجو برن. رسانه های دولتی از تدابیر مقابله با ویروس از جمله دزینفکسیای راهها و بیناها، پوشیدن نقاب و تأمین بودن بیمارستان ها با مواد ضروری نوار و مطلب ها نشر می کنند. اما در شرایط افزایش شمار بیماران کووید 19 سوال اساسی شاید این است که آیا حکومت تاجیکستان کرانتین اعلان می کند یا نه؟ ساکنان در این باره نظری خود را دارند. کرانتین لازم است چونه؟ آخه در تاجیکستان مردم تیار نشده برای کسلی چی برای همین لازم است به فکری من. تشکر به شما. دولت میدونه، هر کس وظیفه خودش میدونه. ما هر کس باید خودمون اداره کنیم. در پایتخت یک عده طربخانه ها و آشخانه ها و مغازه ها و شرکت ها به در خود قلف زدند. اما آنها نیز کم نیستند که در چنین وضعیت به کار خود ادامه میدهند و تعدادی از ساکنان تا حال بدون نقاب طبی میگردند. رستم گولف بلاگری تاجیک میگوید از گوشه‌نشینی چندان فایده نیست، زیرا شهروندان باز هم مجبورند به کار برآیند. او می‌افزاید مقامات در اندازه‌سپاری تعطیل اعلان نکردند و خود مردم هم پول ذخیره ندارند. گولف بر این نظر است که کرانتین در وضع پیش آمده یگانه راه حل است، اما به شرطی که همه شهروندان از انداز آزاد شده و عائله‌های کم بی‌زائد کمک مادی و یا غذایی دریافت کنند. В целом, к сожалению, мы уже потеряли много жизней, уже потеряли много времени, когда была вся эта متاسفانه معلقه بنابر نامعینی در مورد بودن یا نبودن کرونا ویروس نفران و وقت زیادی را از دست دادیم. اگر چنین سیاستی نادوربینانه ادامه داده شود باید به پیامدی بدتر آماده بود. برای جلوگیری از این گونه سناریو باید کرانتین اعلان کرده شود. Чтобы избежать реализации подобных сценариев, карантин все-таки нужно вводить. مقامات تاجیک اصرار می‌ورزند که وضعیت تحت نظارت قرار داشته آنها از روی طلبات عمل می‌کنند. در تاجیکستان دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. یک ساکن نویای واسه میگوید فرزند او که الکی خدمت کرده است به چنگ ابلوچیون افتاد. برای رها نمودن فرزندش که همزمان لط و کوب شده است پدر شیشه ماشین آنها را شکسته است. جزئیات در گزارش محمود جان رحمتزاده. والدین دو جوان در ناحیه واسه شکایت دارند که کارمندان کمیسریت حربی فرزندانشان را آبله و زیر لط و کوب قرار داده اند. سعدالله میرزایی ساکن دهه عثمانبیکه واسه گفت روز 4 می همراه با پسر 28 سالش برای گرفتن گواهنامه به اداره جماعت رفته بود. میرزایی گفت هنگامی که نزد اداره جماعت در ماشین نشسته بود صدای جنگ و جنجال را شنید. از ماشین پایین شده شاهد صحنه شد که
پسرشان لطوکوب کرده به ماشین سوار کرده اند. رفتم قبیدم که تلم زدن دوست گپ ما گوش نکردم پیش ماشین ایستادم گفتم هایک نیم بجقیم و بولیم بزگریم ببریم فرزندم را. خانواده میرزایو در دست دو نوار کوتاه دارند. در یکی نشان داده می شود که سعدالله میرزایو در نزد یک ماشین ایستاده است و نمیگذارد آن ماشین رود. در نوارها صدای جنگ و جنجال مشاهده می شود. امیتش زاد یامشتن پارای سارم که اوشان فرمان 10-12 نفر و من هم کسا حمله کردن لطوکوب کردن در ماشین مجبور بور کردن که آوازی ما را پدرم شنوید اوما در پیش ماشین دم رای ماشینشون رو راه گرفت. محمدالله میگوید حالا یک دستش لط خورده تمام اعضای بدنش دردمند است. او سالهای 2010 تا 2012 در قشونهای داخله خدمت کرده است و حالا صاحب 2 فرزند است. این خانواده میگوید این حالت نسبت آنها بار اول نیست که رخ میدهد. در دعوت تیر ماهی یک پسر دیگرشان را با همین راه به خدمت برده بودند. این خانواده از بالای کارمندان کمیسریات به دادستان حربی شکایت کرده اند، اما مقامات ناحیه واسه چنین رفتار را رد میکند. ماه انور امسال عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان مورد نتیجه گیری از دعوت تیرماهی به ارتش از کار کمیسیه های طبی تنقید کرده سر با شکار و عملی نامطلوب توصیف کرد. آن زمان 34 کارمند کمیسریات های حربی جزای انتظامی گرفته 6 نفر از منصب برکنار شدند. گزارش محمود رحمتزاده بود. همکاران ما در ادامه این قضیه را در دوستانه پیگیری خواهند کرد. گسترش کرونا ویروس و کرانتین سراسری در روسیه زندگی بین هم مشکل مهاجران از آسیای مرکزی را در این کشور سخت‌تر کرد. خانواده هایی که اکثریت برای تامین زندگی به غربت آمدند حالا با کمک خیرخواهان روز می‌گذرانند. تا آغاز کرانتین مهاجران به سازمان‌های یاریرسان بیشتر برای مشورت حقوقی مراجعت می‌کردند. این روزها از کمبود مبلغ و مواد غذایی می‌گویند و کمک می‌پرسند. گزارش نوبتی در همین باره نقل می‌کند. فیروزه قبلا در شرایط خوب و خانه مجهز با اشیاهای ضروری زندگی میکرد. پس از زندانی شدن شوهر، بار زندگی و تامینی 2 فرزند بر دوش فیروزه افتاد. او با کودکانش در یک واگن آهنین زندگی میکند. این واگن هم نزد ساختمان است که تقای فیروزه در آن کار میکند. زندگی در این واگن تنگ و آهنین برای او و کودکان خردسالش آسان نیست، اما فیروزه خود را به آن تسلی میدهد که در بیرون نماند. او بی‌صبرانه انتظار به آزادی برآمدن شوهرش است. برای بیرون شدن او از محبس نیم سال دیگر مانده است. ما نیم سال است که در اینجا زندگی میکنیم. خاله و تقایم در نزدیکی من زندگی میکنند. ما با شوهرم در یک خانه در نزد ایستگاه مترو زندگی میکردیم. او راننده تاکسی بود. با یک نفر مناقشه کرد و او را با تهمت زندانی کردند. بنیاد خیریوی خانه نیکی بیش از 200 بسته مواد غذایی آماده کرده است که برای 1000 نفر پیش بینی شده است. این کمک ها به آنها فرستاده می شود که واقعا نیاز دارند. هر درخواست از جانب تشبسکاران اقدام سنجیده می شود. این مواد از جانب افراد خیرخواه جمع آورده شده است. به گفته مسئولان بنیاد خانه نیکی، امروز موضوع گرسنگی و دسترسی به مواد غذایی در بین مهاجران بیشتر از هر وقت دیگر داغ شده است. ما 200 بسته مواد غذا را به خانواده های نیازمند و مهاجران تقسیم میکنیم که جای کار و امکان بازگشت به وطن را ندارند و در اینجا گرسنه ماندند. بعد راه اندازی تلفن باوری به ما سیل مراجعت ها وارد شد. صدها و هزارها نفر کمک میخواستند. دهها رضاکاران و یا ولنتیران در ماشین های شخصی خود کمک ها را به سراغه های مختلف در مسکو و اطراف آن می رسانند. با این هم کار امروزه آنها تمام نمی شود. دهها نفر دیگر نیازمند انتظار کمک آنها هستند. بینندگان عزیز، فرصتی که در دست داشتیم به پایان می رسد. شما تا 24 ساعت آینده امکان دارد خبرهای نو را در وبسایت رادیو آزادی و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. من فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا، خدا نگهدارتان باشه.